ساکنی محله دهوکی جماعت دهاتی رباط شهر ترسونزاده عبدالسلیم حلیمов بوده. او نیز در زمین نزد حولگی خود پیاز و سبزی، گشنیج و شیبید، کارتوشکا و شلغم و غیره ها را کش نموده از آنها تا 3 مرتبه حاصل میگیرد. با این محصولات خویش او نه فقط عائله خود بلکه احتیاجات هم محله هایش را نیز تامین می‌نماید. در عائله ما مسئله استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی پامیدور داریم، خدا باشکر کارتوشکا خودمون میبرد. با توت داریم که با اوای مادرمون کمپیر شیرینی میکنن برای سلفای گودکا. انگور داریم خدا باشکر. ما یگان خاطر زمینی نزد حولگی به ثمر نمیمونیم. زمین با مهنت کنیم ان شاء الله وای ما خور نمیکنه. زمین حق ما میتیه. همین که مهنت کردن در کو. بغیر این زمین نزد حولگیمون کم گفتم ما ادیر با زغیر میکوریم. خدا باشکر روغن دهقانی داریم، روغن زغیر دهقانی داریم. غله میکوریم، خدا باشکر نانمان دهقانی. باید گفت که مثل عبدالسلیم حلیمов در اینجا ساکنان زیادند که همساله با کاربری عاقلانه و ثمرناک و طرز خوبی استفاده هر قطعه زمین نزد حولگی خود نه تنها در فراوانی خانه همروزه اینچنین در بودجه عائله نیز حصه میگذارند. مردم ما اصلا با شغل باغداری تاکپروری مشغول میشن. در قطار این زمینهای نزد حولگیشون ثمرناک استفاده میبرند که در اون کشتی کارتوشکا، پیاز و سبزیجات کش میکنند. در 261 گکتاری که زمین‌های نزدیک در زمین‌های للمی باشد، در بعضی جاش با واسطه لولاب آب آوردگان در زمین‌های للمی هم کشتی کارتوشکا میکنن، بسیارتر کشتی گندم میکنن که تامین خودشون رو با ارد تامین میکنن و یک قسمشون رو برآورده به بازار به فروش میبرن. از شغل کشاورزی ساکنان تابع جماعت نه تنها در پیشبرد سطح روزگار و غنی گرداندن دسترخوان خانواده سهم میگذارند بلکه تا اندازه با تامین کردن بازار داخلی با محصولات تر و تازه بهاری و پسشوی نرخ آن حصه میگذارند.